مسابقات قهرمانی آسیا اوید به جودو که در شهر تایپی چین با اشتراک نمایندگان 21 کشور قاره جریان داشت به انجام رسید. منتخب تاجیکستان در این مسابقه فراقروی به نتیجه ارزنده نایل گشت. صبح امروز جایزه‌داران چمپیونات آسیا را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه مخلصان و علاقه‌مندان گشتن جودو با مربیان و مسئولین ساحه با تنتنه استقبال گرفتند. مراسم استقبال غالبان چمپیونات آسیا اقیانوس اوید با جودو میان نورسان و جوانان در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان کمیته ملی المپی، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مربیان و ورزشکاران و هواداران سرشمار این نماد گشتن در فضای تنتنوی صورت گرفت. پس از مراسم استقبال صمیمی، سوال و جواب با نمایندگان وسایل اخباری عامه برگزار گردید که ورزشکاران موفق کشور از چگونه به دست آوردن جایزه های خود قصه می‌کردند و افتخار از دولت و ملت خویش نمودند که محض با دستگیری های حکومت مملکت خاصه پیشروی معظم ملت راه آنها برای فتح قله های بلند ورزشی در عرصه بین الملل هموار گردیده است. در این مسابقه شکر خدا به من نصیب گشت که من جای اول را اشغال کردم، بر ضد حریفای خود غالب گشتم. امروز با مدال طلا بر وطن برگشتم. میnnتداری خود را با پیشرو ملت میرسانیم برای دستگیری و ما در مسابقه های بعدی نیز کوشش میکنیم که سرود ملی تاجیکستان در بین همه دولت ها صدا بده. افتخار از آن داریم که ما در دولت جمهوری تاجیکستان زندگی می‌نماییم و می‌توانیم که آزادانه به دولت های دیگر سفربر گردیم، مسابقه های خود را برگزار کنیم و در آنجاها حالها به دست بیاریم و می‌خواهیم که ما در کشورهای دیگر نیز با سفربر کرده شده سزاوار جایهای نمایان گشته پرچم ملت عزیز خویش را بلند برداریم. شکرانه استقلالیت میکنیم که رفته در چنین مسابقه های با نفوذ اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند میبرداریم و در آینده کوشش مینماییم که در بازی های المپی و چمپیونات جهان اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشته سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا دهد. اشتراک ورزشکاران این مسابقه قطعی است چمپیونات آسیا، یعنی برای جوانان ما که در اونجا اشتراک کردند، جوانان نورسان سزاوار دو مدال نقره جوانان و مدال طلایی نورسان. این خیلی در یعنی ریتینگ رده‌بندی جوانان هم موقع خود رو پیدا میکنند. دسته جوانان ما خیلی دسته پرقوت به حساب می رود. در آسیای مرکزی نیز یکی از دسته های پیش قدم است. البته باوری داشتیم که به چنین نتیجه ها سزاوار میگن. خاطررسان می‌نماییم که در چمپیونات مذکور 170 نفر ورزشکار، 100 پسر، 70 دختر از 21 دولت قاره‌های آسیا و اقیانوس اشتراک کردند. دسته منتخب تاجیکستان در مجموع صاحب 5 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 2 برنج گردید. اکنون این غنچه‌های نوشکفته ورزش تاجیک با مسابقه‌های سطح جهانی آمادگی جدی دیده سعی می‌کنند باز هم زینه‌های بلند افتخاری را سزاوار گردند.